سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. درس دوم یونیت 2 lesson 1 بخش گرامر. در اینجا میخوایم به زمان present perfect continuous بپردازیم. present perfect continuous یا حال کامل استمراری اشاره به کاری داره که از قبل شروع شده و به صورت مستمر در حال انجام بوده و تا الان در حال رخ دادن و احتمال هم داره که ادامه دار باشه در آینده. فرض کنید دوستی رو میبینید که چهره خسته‌ای داره، به ظاهر خسته است و ازش میپرسید چرا اینقدر خسته‌ای و میگه نزدیک به 2 ساعته مثلا دارم رو پروژم کار میکنم، یا مثلا 2-3 ساعته، یا 1 هفته است درست نخوابیدم، یا 3 ساعته دارم یک کار خاصی رو به صورت مداوم انجام میدیم. پس اینجا کاری از گذشته شروع شده تا الان ادامه داشته و این فرایند مستمر بوده. به مثالی که حالا روی تخته می نویسم دقت بفرمایید. ببینید I فعل کمکی have به همراه been، I have been working اون فعلی که اتفاق میفته به صورت ing. حالا اینجا میتونین اون تایم فریز یا اون عبارت زمانی که مد نظرتون هست رو بنویسید. I've been working for 2 hours. نزدیک به 2 ساعت دارم کار میکنم. یا بعد یه سخنرانی خیلی طولانی داشته طرف میگه I've been talking for almost 3 hours. برای 3 ساعت دارم پشت هم صحبت میکنم. این میشه ساختار و کاربرد present perfect continuous که حالا توضیحات بیشتر رو خدمتتون میدم. خب میرسیم به بخش grammar. The present perfect continuous. Use the present perfect continuous از زمان حال کامل استمراری استفاده میکنیم to express a continuing action برای بیان یک کار ادامه دار that began in the past که از گذشته شروع شده and continuous in the present و تا زمان حال ادامه داره. Depending on the context بسته به متن the action may continue in the future. ممکنه تا آینده همین کار برقرار باشه. ساختارش فعل کمکی have و has به همراه been، تفاوتی که با حال کامل ساده داره have و has به همراه فعل been میاد و present participle و اینکه فعل شما به صورت ing فرمه دیگه. اینجا ed یا اون حالت سوم رو ندارید. statements جملات رو مشاهده می‌فرمایید. She's been practicing ballet for years. she فعل کمکی has حالا اینجا به صورت short form apostrophe s نوشته شده been و اینجا دقت بکنید تو present perfect continuous دیگه اون فعل تو حالت past participle یا اون ed یا قسمت سوم حالت فعل بی‌قاعده نداره، به صورت present participle یا ing فرم هست. practicing ازتون میخوام که به این قسمت خوب دقت بکنید. ballet for years. مثال دوم I've been listening to classical music since I was kids. از وقتی بچه بودم گوش دادم. ببین اینجا که حالا در سمت راستم اشاره شده اگر من بگم I have listened to classical music غلط نیست. این بحث تأکیده که شما میخوای روی استمرار کاری از گذشته خاص تا الان اشاره بکنید. question سوال هم که با همون هوا هست ساخته میشه. Have you been playing the piano for a long time؟ یا با کلمه پرسشی How long has your son been painting portraits؟ بچه مدت نقاشی portrait میکشه. These words and phrases این عباراتی که اینجا مشاهده میفرمایید are often used with the present perfect continuous. اغلب با present perfect continuous به کار برده میشه. When describing continuing action وقتی که داریم کارهای ادامه دار رو توصیف میکنیم. ببینید for 2 months for a while برای مدتی since 2013
lately اخیراً، recently اخیراً، all day کل روز، these day این روزا، this year امسال، how long هم کلمه پرسشی است که معمولاً با present perfect continuous و زمان present perfect استفاده میشه. پس اینجا با مفهوم و ساختار present perfect continuous آشنا شدیم که تفاوتی که داشت از نظر ساختاری بعد از have و has کلمه been میاد و اینکه فعل ما به صورت present participle یا ing فرم هستش. خب نکته ای که در پایین این قسمت آورده شده the present perfect continuous rather than the present perfect مقایسه داره میکنه حال کامل استمراری با حال کامل ساده is generally used to describe a recent continuous action به صورت کلی توصیف میکنه کار ادامه داری که مربوط به زمان اخیر باشه especially when there is visible evidence وقتی که گواه یا مدرک visible باشه قابل دیدن باشه that the action had just ended که اون اقدام خاص تازه به پایان رسیده. What's Nora's violin doing on the table? ویولون نورا روی میز چه کار میکنه؟ Has she been practicing? آیا مشغول است تمرین کردن بوده؟ داشته مثلا وایلون میزده ویولون میزده اینجا مربوط میشه به اتفاقی که اخیراً افتاده. سمت راست رو دقت بکنید بخش remember the present perfect can also be used to describe a continuing action that began in the past که در گذشته شروع شده. There is no significant difference خیلی تفاوت معناداری نیست in meaning در معنا خیلی تفاوت ایجاد نمیشه. She's practiced ballet for years رقص باله رو برای سالهاست که تمرین کرده است. I've listened to classical music since I was kid. وقتی که از وقتی بچه بودم به موسیقی کلاسیک گوش میدادم. همین دو مثال رو اگر ببینید ما اینجا در اینجا داشتیم به صورت present perfect continuous استفاده شده بود ولی اینجا اومده به صورت حالت ساده استفاده کرده. علاوه معنی خیلی تفاوت معنادایی ایجاد نمیکنه. Have you played the piano for a long time? How long has your son painted portraits? However اما اینجا اون تمایزش رو میگه. Use the present perfect not the present perfect continuous in sentences with already, yet, before and ever. با این کلمات کدوم کلمات؟ کلمات already, yet, before and ever. اینجا براتون مشخص کنم. Already, yet, before and ever. Because they describe finished action. به خاطر اینها کارهایی که دیگه تموم شده رو بیان میکنن. تکلیفم رو انجام دادم. حالا 2 ساعت پیش تموم شده. ولی اثرش الان هست. قبلا فلان شهر رفتم. I have already been to China. 2 سال پیش بوده 10 سال پیش بوده صرفا میخوام اکسپریانس همو بگم دیگه. اینجا دیگه present perfect continuous معنایی نداره چون دیگه استمرار کاری تا لحظه اکنون بیان نمیشه. present perfect یه جا میاد تجربه ها رو میگه که صرفا یه اتفاقی افتاده اما اینجا دیگه اون زمانش موضوعیت نداره که کی اتفاق افتاده. 2 سال پیش چین رفتم 5 سال پیش رفتم اما داریم در مورد یه اقدامی صحبت میکنیم که از الان از گذشته تا الان در حال جریان بوده. مثال رو ببینید. She's already practiced ballet this week. قبلا تمرین بالش رو این هفته انجام داده. حالا 2 روز پیش 3 روز پیش تو این هفته یه بار تمرینش رو داشته. Have you ever studied piano؟ یا تا به حال پیانو کار کردی؟ بله. این هم نکاتی که مربوط به present perfect continuous در این قسمت آورده شده. با این نکات میریم سراغ تمرین. Understand the grammar. Check the sentences in which the present perfect continuous can also be. میگه اون جملاتی که درش میشود present perfect continuous رو هم استفاده کرد رو
مشخص بکنید. Then on a separate sheet of paper روی برگه جداگانه rewrite those sentences in the present perfect continuous. خب یه فکری روش بکنید ببینید کدوم جملات با اون نکاتی که خدمت شما عرض شد میتونیم از present perfect continuous هم استفاده بکنیم. یه فکری رو بکنید و بعد پاسخ‌ها رو با بنده چک بکنید. خب number 1 He's played with the band for almost 10 years. He's played with the band for almost 10 years. اینو ما میتونیم به صورت present perfect continuous هم بگیم چون از 10 سال پیش تا الان این کار استمرار داشته. Justin Timberlake has already given 2 concerts in my town. خب اینجا 2 تا کنسرت اجرا شد و تموم شد. حالا کیا بوده نمیدونیم ولی این 2 تا کنسرت برگزار شده و دیگه حالا مستمر نبوده که از بازه زمانی خاصی شروع شده و تا الان در جریان باشه. She's looked online this morning for a good deal on show tickets. این هم میتواند اون حالت کانتینوس رو داشته باشه و دارد. Since he got promoted از وقتی که ترفیع گرفت to a stage manager به عنوان مدیر صحنه Marks arrived early at the theater every day. همیشه صبح زود رسیده به موقع سر کارش بوده. این هم چون ادامه دار بوده داره میگه هر روز این عادت رفتاری تغییر کرده و برقرار بوده این هم میتونه عادت کانتینوس باشه. We've gone to a lot of concerts lately. اخیراً کنسرت زیاد رفتیم. اخیراً همون lately ببینید اینجا ما در اینجا گفتیم این کلمات سیگنال های present perfect continuous هستن که اینجا ما lately رو داریم. برای شما مشخص بکنم lately. Have you ever visited the Museum of Contemporary Art؟ هنرهای معاصر. آیا تا به موزه دیدی؟ خب این ممکنه 1 بار 2 بار 3 بار رفته باشم و فقط میخوام ببینم این تجربه دیدن این موزه اتفاق افتاده یا نه. برای ربطی به اون continuous present perfect continuous ندارد. How many times have you seen the musical Les Miserables؟ یه اسم فرانسوی هست. چند بار این نمایش موزیکال رو تماشا کردی؟ بله به مانند مثال قبل اینجا اون مفهوم کانتینوس برقرار نیست. و مثال 8 lately همین lately به شما اون سیگنال رو میده. Audience مخاطبان have asked them to play more songs from the new album. حالا اون برگ جداگانه رو شما میتونید به مانند من این رو جداگانه بنویسید که میتونید نگاه بکنید. He's been playing with the band for almost 10 years. She's been looking online this morning for a good deal on show tickets. Since he got promoted to a stage manager, Mark has been arriving, we've been going back. Lately, audience have been asking. فعل کلمه بین و اینکه فعلاتون به صورت ING هست. اینا رو حتما بهش دقت بفرمایید. این هم از این تمرین. تمرین بعدی complete the questions using the present perfect continuous. از ما خواسته از این ساختار استفاده کنیم when possible وقتی که امکان پذیره. Otherwise در غیر این صورت use the present perfect. خب فکر بفرمایید انجام بدید بعد با بنده چک بفرمایید. خب number 1 you watch. Have you been watching music videos on my tablet? Yes, I have, but I'm done. Number 2 has Max seen the musical Wicked yet? اینجا ما کلمه yet رو داریم. وقتی که گفتیم yet, already, ever, before داریم داره در مورد feeling action صحبت میکنه. پس اون حالت ساده استفاده میشه. Has Max seen the musical Wicked?
No, he hasn't. But he should. It's unforgettable. فراموش ناشدنی. یک تجربه فوق‌العاده میتونه باشه. شماره 3 رو ببینید. What you do. Just now I've been checking to see if there are any interesting art exhibit this week. نمایشگاه هنر. خب یک مفهوم کانتینوس دیگه. دنبال یک نمایشگاه بوده. بررسی میکرده. What have you been doing؟ چی کار میکردی؟ از حالا بازه زمانی گذشته تا الان. شماره 4. بله. Has Vicky been working late again? I'm afraid so. متاسفم. She'll be heading home in a few minutes. داره میاد به سمت خونه. Heading home. به سمت خونه آمدن. I'm afraid so اینجا یعنی متاسفم. Has Jerry ever gone to a Broadway musical? Never. He's going to his first one tonight. اینجا داره در رابطه با یک تجربهش صحبت میکنه. یک اتفاق افتاده یا نه. Number 6. How long have you been waiting in line to get in to the concert? About 20 minutes. It looks like we are finally moving now. خب این از تمرین F که خدمت شما توضیح داده شد. به این سیگنال ها حتما دقت بکنید. اینجا مثلا سیگنال yet, already, ever و before اگر شما دیدید حتما present perfect به حالت سادهش استفاده می شود. تمرین بعدی write sentences using the present perfect continuous. Use contraction when possible. از حالت کوتاهش هم در جای ممکنش استفاده بکنید. اینجا از ما خواسته که اون present perfect continuous رو استفاده بکنید. خب تمرین رو من برای شما نمایش میدم. پاسخ‌ها رو چک بفرمایید. در بخش بعدی complete each personal statement with a question in the present perfect continuous. اینجا از ما خواسته شکل سوالیش رو بنویسیم. خب سوالی هم با همون افعال کمکی have و has اتفاق میفته که اینجا با هم دیگه میبینیم. قبل از متن شما هم 3 متن برای شما آورده شده تا کاربرد present perfect continuous رو در یک بافت متنی ببینید که اینجا به شکل آبی رنگ براتون آورده شده. I've been going, I've been checking, I've been using, I've been listening و اون سمت راست هم میبینید که I try to get MASP. I've been driving by, I've been exploring. خب بعد از که من با شما خداحافظی کردم شما این متن رو به همراه فایل صوتیش مشاهده خواهید کرد. ممنون از توجهی که داشتین. امیدوارم که این توضیحات برای شما مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشین. ممنون از توجهتون. Over the past few years, I've been going to see a lot of live theater. I've seen some classic but still popular shows like Les Miserables and The Phantom of the Opera. Recently, I booked a trip to New York, and I've been checking online to see what's playing. I couldn't go to the Big Apple without seeing a few good shows, right? Amy Chen, 18, San Francisco, USA. I try to get to MASP, that's the São Paulo Museum of Art, whenever I can. Because it's not far from work, I've been dropping by about every month or so to see what's new and visit its excellent library. Lately, I've been exploring the antiques market outside as well. They always have a lot of interesting stuff to look at. Fabiano Vale, 22, São Paulo, Brazil. Music plays a pretty big part in my life. Lately, I've been using music to wake me up in the morning, get me moving at the gym, and help me unwind after work. Speaking of work,
I've been listening to music more during the day, and I've noticed that it actually makes me more productive. Nicole Clarkson, 34, Chicago, USA.